در صحبت امروزی برنامه همقلم و هم علم دراز عمرترین سرمایه‌دار شعبه موسیقی رادیوی تاجیکستان 2 سال سرمایه‌دار شعبه موسیقی تلویزیون تاجیکستان شاهابیددین ҳақназар حضور دارند. خیر مقدم اکی شاهابیددین. ما آرزوی زیاد داشتیم با شما صحبت کنیم، زیرا شما از زمره نفرانی هستید که درباره بسیاری از هنرمندان، قریب اکثر هنرمندان تاجیکستان نوشته، ثبت کرده، گفته، ولی در مورد خود شما کی بودن شما، درباره اندیشه های خود شما خیلی نوشته ها کمتر هستند. به همین خاطر میخواستم سوال نخستین خود را از این آغاز کنم که به اندیشه خود شما شاهابیددین ҳақназар کیست؟ شخصی که خودش را تا امروز درک نکرده است، همیشه پیش پا میخورد در زندگی، میغلطد میخیزد ولی فقط به پیش میرود. دیگر اینکه پسر یک پادبان، یک چوپان گوییم خطا نمیکنیم و در سیمای منم یک چوپان بچه میدیدن که آینده هم چوپان بچه میشود، ولی تقدیر پیشانی زندگی منم به دیگر سو برد. من دیر به مکتب رفتم در 9 سالگی. با کدام سبب؟ برای که دستیار بابای ماما بودم و مخصوصا همون بزو بغزالی که هست من چوپانی میکردم. راست شگم من آرزویی که پیش چی میشم کی میشم این در وجود من، در خیال من نبود. من نمیدونستم کی میشم. ولی اقلا میدونستید که آینده احتمالی آن هست که شما تمام حیات خود به موسیقی پیوند میدید؟ این در فکر من نبود. من وقتی که معلقه در مکتب میانه میخوندم بسیار میخواستم که همین یک شخصی باشم که با ستاره ها گفتگو کنیم یا با ما وقت رو این چیز هم در خیالم بود. ولی من وقتی که آمدم ممکن همین شد که من قبول نشدم، به ار میرفتم، با دویم بار آمدم با همین داخل شدم. فکر نمیکنید که مثلا در بعضی حالات گفتگو با ستاره ها یا مهتاب این بهتر از گفتگو با بعضی از نفرانی هست که صحبت با آنها به دل انسان دشوار میبره؟ درست است، لیکن گفتگوی از همه بهتر با کتاب است. وقتی با کتاب شما گفتگو میکنید همه چیز میبینید، هم آفتاب، هم مهتاب، هم ستاره ها. ولی انسانی هستند که با وی گفتگو کردن، دل خالی کردن این میارزه. زندگی خودش هم به شکست و رست به کم کاستی نمیشه. میگن که اگر نظاره گل میتوان کرد وطن در چشم بلبل میتوان کرد، شما اگر زیبا پرست باشید در حقیقت صفت و نوای همین خوش قبول کردتونید، آهسته آهسته به مراد، به مقصد، به همون هدفی که دارید میرسید. بعد دیگر اینکه زندگی من هم یک فکر کردم که هر یک چیزی من فکر میکنم اون فکر عملی نمیشه. من هر جا که رفتم تصادفاً رفتگی هستم. با همین رسید وقتی داخل شدیم بعد که گفتن که کدام شعبه ها که تقسیم شد گفتن که تو کی میشه چی میشی، من گفتم که من ادبیات کلاسیک برای که شعر شاعری بود، ولی در اونجا من جا نشدم. من دیر موندم پر بودم. اونجا رفتن ادبیات سایتی گفتن، اونجا گفتن که خیلی نمیشه، گفتن که ژورنالیستی. اومدم وقتی که واحد اسراری خجاج جنت باشد انسان بسیار نیک نظر و آزاد اندیش که بودم، من گفتم که من میخوام ژورنالیست شم. گفتم پرش دیر موندی. من گفتم من همونجا دیر میمونم، برای همین که بعد گشته یک تبسم ابراهیم اسمانو معلم بسیار معتبری ما گفتن که همین بچه به ما معقول، همین یک کلمه که به ما معقول زندگی من تغییر داده است. احتمالی آن بود که نویسنده خوب شود، شاعر خوب شود، ولی روزنامه‌نگار شد. فرق بین روزنامه‌نگاری و نویسندگی یا شاعری در چیست به نظر شما؟ اکن راست بگم من حالم خودم همچون روزنامه‌نگار ژورنالیست اگر قبول کنم ژورنالیست حساب میکنم، برای که مهر، محبت، صداقتی که به ژورنالیستی دارم و با همین یک میدان اومدم که میدان فراخ بود برای من، مخصوصا درباره صنعتکارا. من فقط چهره نگارم، اما لیکن موسیقی در دلم درک میکنم، ولی من نواخته نمیتونم.
کوشش ایجاد کردن آهنگ هم نکردم. نه، برای که لیکن کوشش کردم که من فقط موسیقی با اون طرزی که هست، این میگن که موسیقی احساسات است یا راز نهفته انسان است، همین راز نهفته در دل من باشد همین افشا کرده توانم و در چهره همون هنرمندانی همین اصیل یا بسیار ارزنده من اینو پیدا کرده توانستم. بعد دیگر اینکه من لیریک کوچی است، لیریک همون شخصی که در حقیقت عاشق است، عشق باور است. دیگر اینکه سخنش باید آزاد باشه، سخنش به دل نشینه. بعد نمیدونم حکم زندگی که بسیار همین شما به همون تلاطم و یا همون گرداب خودش که میکشد، شما علاقه خودتان پیدا کردن میتونید، ولی یک چیزی است که از هجوم ناسیان برخیش میلرزم چوب این تنی اوریان من با ساز زمستان آشناس میگن، همون شکستن و غلطیدن و خیستن و همین فقط در گوشه که میرفتم من هم قفا میموندم هم چیزام قبول نمیشد. این چیز با ما یک تکان میداد که من پیش روم. بین ژورنالیستی رادیو، خبرنگار رادیو و خبرنگاری که در مطبوعات قلم فرسایی میکنن، شما چی فرق میبینید؟ آیا فرق هست یا که هر دو یکی است تنها فرق دیگر؟ نه، فرق هست. شبه برای که گزیده خصوصیتی خاص خودش دارد، در اینجا بسیار موجز، کوتاه بیانی و چیزی که باید حتما جوابگیریش باید به سر خود همون قلمکش بار باشه. در رادیو گوها بسیار برای چی بعضی ژورنالیست‌ها به وای نمیرسن، همچون خودشون افشا کرد نمیتونن، برای که بسیار به کاری سبک داده میشن و در این گفتگو صحبت همین قطعی تیز فقط اونا همین چیز با همین چیز گویا که میخوان که برنامه خود پر کنن و جانشون خلاص کنن. ولی در اداره موسیقی من همین چیز یا خدایا قربان میکنم و چند نفری که دیگه یا مخصوصا همین سیف رحیمزاد یک به من بسیار نصیحت عجیب داد که گفت که چیزی نویس که شهابیدین هم در گزیده چاپ شود، هم در رادیو رفته، هم در تلویزیون، هم کتاب شود. وقتی که شما لکه بار قلم کشیده نمیتونید، به جمله های خود جواب داد نمیتونید، شما هر چیزی که میبیاد پیش خود گام میزنید و البته ژورنالیستی نیست، کارگردانی نیست و ایجادکار هم نیست. شما از زمره سرمحرران ایجادکار بودید، یعنی که در تاجیکستان ما عموما در فکر میکنم در تمام دنیا هر نفر قلمکشی که به سطح سردبیری یا سرمحرری رسید البته باید تا یک اندازه از قلم دور میشوند، نوشته نمیتواند، وقت پیدا نمیکنند. ولی شما یگان وقت از قلم کنده نبودید و در همین مدتی 21 سالی که در شعبه موسیقی رادیو سرمحرر بودید، 2 سال در شعبه موسیقی تلویزیون، مثلا بار شده است که سر یگان نوشته شما دعوا شده باشد، دعوا پیش آمده باشد؟ بسیار شده است، برای که هر چیزی که شما هم چیز لیریکی می نویسید و هم چیز بسیار پورتریتی می نویسید و بسیار دیگر رو بسیار نمی بیاد. یک جهت همین که من بعضی چیزای ممکن خودم بافتم، ولی بافتم لیکن از زندگی نامه و دور نیست. با وجود این من همه خیلی میشد که تو مثال من یک آدمی که در حقیقت چیزای لوحای لیریکی می نویسن یا چیزایی که بسیار همه پر احساسات می نویسن و بیشتر به فکت و رقم اینقدر اهمیت نمیدم. یک کمبودی من همین بود که من به فکت و رقم اینقدر اهمیت نمیدم. از این جهت من بسیار ایرادهای سختم شنیدگی گرفتگی هستم و اصلاح کردگی هستم. به اونا تشکرم میگم برای که مخصوصا همون وقت یافته همه چیز شما میخوند و با میگه که من اینجاش نادرست، من اینجاش کمبودی دارد. ولی این چیز آدم وادار میکند که شما بیشتر با همون آدم هم مناسبت خوب پیدا کنید. دیگر اینکه خودتان با خودتان همچون به نگاه تنقیدی نظر میکنید که من چه به این کار کردم. بعد خود را ساختن، خود را یافتن، خود را با قلم جور کردن، با کاغذ هم نوا کردن، این به هر کس به دست نمیتید. این فقط به همون ژورنالیستی درس میده که اونا دل دارن، اونا چشم بینا دارن، اونا پیش از همه در زندگی یک میخوان که یک راه نو، یک چیز تازه کشاین.
این جهت به مراد و مقصدش میرسد. من نگفتم که من در حقیقت چیزی نو چیزی، ولی که هر چیزی که مینویسم، هر چیزی که شما خودتون بدید الکی در قطعی من در پهلوی من بدید میدید، من چیزی که مینویسم از همین ساعت 12 شب تا یا 3-4 شب که مینویسم مینویسم اون چیزی که در حقیقت به دل خودم آواز کار کنه، به من معقول شد. اگر برای من معقول نشود، نه به شنونده معقول، نه به اون شخصی که من قهرمانی که در نظر دارم درباره من مینویسم. در میان صنعتکاران، هنرمندان، اونایی که دربارهشان برنامه کردید یا نوشتید یا در پیرامون اونها چهره‌نگاری کردید، البته شناسان شما زیاد هستند. لطفاً بگویید که آیا دوستان شما زیادند؟ من بیشتر کنم تو از صنعتکارا گیرم 2 نفر ما میشینیم میخیزیم با دوستی بسیار نزدیکمون سید قل بلال و مراد نصیری. دیگر اینکه با صنعتکار دوستی کردن بسیار دشوار و برای که همه وقت در پیش نظری مردم است. با ایجادکار با ایجادکار هم پیش نظر مردم. نه، ایجادکاری که در حقیقت شما کتاب می‌نویسید یا شعر می‌نویسید و این چیز، اونا تیز با این چیز موافق نمیشن. اونا که برای که یک سرود قطعی الکی همه میشناسن یک صنعتکار. شما نه که 10 کتاب می‌نویسید شما هیچ کس نمیشناسه، این نشه اگر شاعر باشه یا نویسنده باشه. بعد همون نگاه، همون حرمت، همون احترام اون بسیار نازک میکنن. بعد صنعتکارای اصیل، ایجادکارای اصیل اینا به خداوند نزدیکن. اونا خواهید نخواهید اونا باید مردم به سوی خود کشن، ولی بعضیش تیز از خود میرن. مثال هنرمندان که باید به همه رفتن که پیشوا میخورن به همه چیزی که بعد دیگر مردم اونها سراغ هم نمیکنن. به این درجه رسیده میرسن. ایجادکار و تنهایی آیا همانا هستن؟ ایجادکار تنها نیست. برای چی؟ برای که بهترین همین همصحبت گفتم کتاب، ولی انیسی کنجی تنهای کتاب است. خیلی من نمیدونم. دیگر اینکه شما هم با قلم روش کرد اون فکر و ذکر که شما هست، یک حکایه عجیب است. یک نفر پیش یک نفر میگه که ها میگه کتاب خونده است، تنها نشد، نفت از اکنون تنها شدم. برای که با کتاب تنها نیستم. تو که اومدی من اکنون با تو صحبت میکنم، ولی تو با من چی صحبت میکنی، چی میتی، این معلوم نیست. برای که در حقیقت بعضی انسانی هستن که در همین زندگی شما بسیار گام میزنن، بسیار وقتتون رو میگیرن، ولی به شما یک منفعت نمیرسد. واقعا سبک و اسلوبی که شما دارید در ادای تاجیکستان، این سبک و اسلوب تنها خاصی شماست. یک زمانی که در سال 1995-96 من در شعبه موسیقی رادیو کار میکردم، بسیار میخواستم مثل شما نویسم، ولی از من یک قدر دغل‌تر، وزنین‌تر و قبل تندتر می‌برم. ولی هر چی که شما می‌نوشتید من یاد دارم که مثل یک آب روان، مثل یک موسیقی روح‌نواز بود که گوش‌ها را نوازش می‌کرد. سلامت باشید، برای شما موفقیت.